لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد و آله و صحبه اجمعین. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و خرم باشید و بیننده برنامه خودتان، برنامه رکن پنجم. دوستان عزیز، در دهه ذوالحجه قرار داریم و برنامه رکن پنجم با مناسبت بزرگترین مراسم دین مقدس اسلام، مراسم حج، اقبال نشر دارد و در این برنامه با ما جناب مولانا صاحب بزرگوار، مولانا عبدالسلام عابد تشریف دارند. مولانا صاحب خیلی خوش آمدین، صفا آوردین به برنامه. اهلا و مرحبا، خوش سلامت بخیر باشین. جناب مولانا صاحب، قسمی که برای همه معلوم هست، در بهترین ایام خدا قرار داریم، دهه ذوالحجه، و طوری که کم و بیش آشنایی داریم، دهه ذوالحجه یکی از زمانهای هست که الله ذوالجلال فضیلت خاصی برای این زمان مقرر کرده، مانند سایر روزهای مقدس دیگری که ما داریم. در مورد فضیلت و جایگاه دهه اول ماه ذوالحجه اگر صحبت را آغاز کنیم، بعدش بحث را دنبال کنیم. جناب مولانا. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على خیر خلق الله محمد و علی آله و صحبه و لمن دعا بدعوته الی یوم الدین. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر و لیال عشر. صدق الله مولانا العظیم. شکر میکنم استاد که فرصت به ما دادن تا بتانیم بعضی از سخنانی که ضرور است در این ایام تا یک مسلمان این فرصت را غنیمت بدانه و استفاده خوبی از این زمان و از این فرصت داشته باشد. انسان اگر التفات بکنه میبینیم که عمر ما شما نسبت به عمرهای امتهای گذشته بسیار کم است. قبلا انسان ها 1000 سال، 800 سال، 700 سال زندگی داشتن و میگن که به یکی از انبیا علیهم السلام مادری آمد و شکایت کرد، میگه که فرزندم که نو جوان میشه باز میمیره، دعا کن که الله بری عمر دراز بده. و از پرسان میگن که فرزند در چند سالگی میمیره، میگن 300 سال که عمر کنه با میمیره. کم بوده دیگه فرزنده که امتهای بعدی عمرشان در 60 و در 70 است. وقتی که عمر ما کم شد، خداوند متعال لطف میکنه و احسان میکنه به ما در زمانها، در مکانها و در بعضی از مجالس چنان خیر و برکت را نصیب میکنه که او خیر و برکت در حقیقت تکافؤ میکنه برای ما امی کمبود عمر ما. گاهی پروردگار در یک مکان عظمت و تبرکی و خیر را میگذارد که هرگاه ما در اون مکان بیاییم و داخل شویم، رابطه ما با خدای ما زیبا شده می رود.
مثل که در حرمین شریفن بریم یا در مساجد بریم. گاهی در مجالس صالح انسان اشتراک میکند، زندگیش عوض میشود و دیدش زیبا میشود. و گاهی هم یک زمان میآید و او زمان انسان را تبلور میدهد و رابطهش زیبا میکنه، او را به آن قضایا نزدیک میکنه تا فهمش درست و رساتر شود. از او زمانها یکی هم امی زمان 10 روز ذوالحجه است و این ایام به اندازه مهم است که خداوند متعال با او سوگند یاد میکند. والفجر و لیال عشر، سوگند به صبح. با واسطه از او تاریکی های جهل، شرک و خرافات زدوده شد که همان فجر اسلام در سرزمین مکه درخشید و در خلال 23 سال این ارزش ها تکوین شده رفت و تبلور یافت. بالاخره میبینیم که در یک روز زیبایی که جمعیت فراوانی جمع شده بود و پیامبر علیه السلام تکمیل از این دین را در اونجا اعلان میکند که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام. بنابراین هر دو نقطه در اینجا نمایش گذاشته می شود، شروع دین و تکمیل دین. به این مناسبت است که این ایام چنان عظمت دارد و چنان مهم است که رکن 5 اسلام در حقیقت در اینجا برای ما شما به نمایش گذاشته می شود. به این مناسبت است که حدیثی داریم که امام بخاری رحمت الله علیه و جمعیت محدثین از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و ارضاه روایت میکنه که پیغمبر علیه السلام ارشاد می‌دارد ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله منه فی هذه الایام العشر. هیچ عمل صالح محبوبتر نزد خداوند متعال از این ایام که بیشترتر نیست. هر عمل صالحی که خدا او را دوست دارد اگر در این ایام صورت بگیرد محبوبتر است نسبت به ایام دیگری. هر عمل صالحی که بوده باشه. بعد میگه که قالوا ولل جهاد فی سبیل الله، اگر جهاد در ایام دیگری صورت بگیرد آیا فضیلتی از اون چطور میشود؟ خب باید جایگاه بلند داشته باشد، زیرا جهاد و ذروت سنام الاسلام. پیامبر میفهمه که ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد هم به این پایه در این ایام شایسته ای که اعمال صالح جایگاه دارد نمیرسد، مگری که الا رجل خرج بنفسه و ماله ولم یرجع، یک نفر مالش و داراییش همش را گرفت و در راه خدا بیرون شود و برزمد و بعد ولم یرجع من ذلک بشیء، این چیزی را پس با خود نبیارد، نه مالش را نه داراییش نه وجود خودش. شهید شد. بالکل همه چیز را در راه خود بده. جز امین نفر دیگه هر کاری که شما در غیر از ایام 8 ذوالحجه انجام میتین پاداشش را با این ایام مقایسه کردن. یعنی ثوابش مثل که در رمضان مبارک ما داشتیم بله. چند میشه برابر میشه. بله قطعا. از این خاطر میگیم که روزهای از این ایام از روزهای اخیر رمضان بلندتر است، ولی شبش با بلندتر است و در اونجا لیلة القدر است. به همین مناسبت است که نصوص در این باب وجود داره و پیغمبر ما علیه السلام وقتی که این نقطه را بر ما شما بیان میکنه که الله متعال ارشاد میفرماید والفجر و لیال عشر، و علامه ابن کثیر رحمت الله علیه به تعبیری حضرت عبدالله ابن عباس و امام مجاهد و حضرت زبیر و جمعی از سلف و خلف دارن میگه مرادش ایام ذوالحجه است. به همین مناسبت است که پیامبر ما علیه السلام برای ما شما دستور میداد که در این ایام کارهای شایسته را بیشتر بکن. کارهای شایسته و اعمال صالحه را چه لسانی باشد و چه عملی بوده باشد چه فکری بوده باشد همه را در جا بیشتر بکن
طور مثال پیامبر ما علیه السلام میفرماید در حدیثی که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و ارضاه روایت میکنه، پیامبر علیه السلام ارشاد میفرماید ما من ایام اعظم عند الله ولا احب الیه العمل فیهن من هذه الایام العشر فاکثروا فیهن من التهلیل والتکبیر والتحمید. امام احمد حدیث رو روایت میکنه که هیچ ایامی که بزرگتر است و محبوبتر است نزد خداوند متعال که در این ایام انسان کارهای شایسته ای را انجام بدهد، از این روزها که در روزهای خوبی را شما پیدا نمی کنید. بنابراین وقتی که این روزها روزهای بسیار زیبایی است و با برکتی است و قبول اعمال در اینجا شایان توجه می شود، پس پیامبر میگه که فاکثروا فیهن من التهلیل، تهلیل بیشتر بکنن، یعنی لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. پیامبر علیه السلام در حدیث دیگری هم ما شما را به این دعا تشویق میکنه و میفرماید که خیر الدعاء دعاء یوم العرفه، بهترین دعا دعای روز عرفه است. بعد خودش ارشاد میفرماید که او دعایی که بهترین است و فاکثروا فیهن من التهلیل، و شما تحلیل درجه بیشتر بکنه و چیست لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. به همین عنوان در پهلوی از او باید تکبیر بیشتر بکنیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. ما هر قدر میتونیم این تکبیر را باید بیشتر بکنیم در این ایام، در روزی که داریم و ای از جمله سنن متروکه است. متاسفانه که مسلمانای ما در این ایام خجسته این تکبیرات را کمتر میگن، در حالی که حضرت عبدالله ابن عمر و حضرت ابو هریره رضی الله عنه و ارضاه در این ایام در بازار بیرون میشدن و به بلند میگفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این تکبیرات که ما در ایام تشریق و در همین 10 روز بهتر بگیریم و در حقیقت به حدیث پیامبر علیه السلام انشاءالله عمل خواهد داشتیم که میگه که فاکثروا فیهن من التهلیل که دعا شد و التکبیر و التحمید الحمدلله. این را باید بیشتر بگویم. پس زیبا خواهد بود که در عرصه از تکبیر و تحلیل و تحمید و تمجید کلش بیشتر بکنه و زبان خود را به یاد الله متعال پاک و زیباتر بکنه. سلامت باشین جناب مولانا صاحب. دقیقا در ماه حرام هم قرار داره. یعنی آیا در 10 روز اول ماه ذوالحجه تنها فضایل اعمال مقصود هست یا ای که نواهی هم، یعنی اجتناب از نواهی هم مهم است که نباید به منکراتی که هست نزدیک شویم و اگر نزدیک شویم آیا عذاب از و یا سزای از دو چند میشه؟ یعنی چه قسمی که ما در ماه محرم داریم؟ طبیعی قاعده واضح هست، هر جایی که جای ثواب که بیشترتر بود اگر غلطی هم صورت بگیره جزایش هم بیشترتر بود. و این مناسبت است که خداوند متعال ارشاد می‌فرماید که و من یرید فیهن بالحاد نذقه من عذاب الیم. در این ایام خجسته در این مکان پاک اگر کسی به جنایت دست میزند ما از عذاب دردناکی به او میرسانیم و او را میچشانیم. بنابراین نقطه اصلی است استاد وقتی که ما اعمال صالح را انجام دادیم اعمال باطل جای پیدا نمی‌کنه. یعنی نمی‌شود که در آن وحدت هر دو کار صورت بگیرد. هرگاه زبان به تحلیل و به تسبیح و به تکبیر آغشته شد دیگه خب برای غیبت جای نمیماند، دیگه خب به دروغ جای نمیماند. هرگاه جوارح ما، دید ما و شنوایی ما و قدرت ما این در کار خیر مصروف شد دیگه خب کار بد صورت نمیگیره. بنابراین هرگاه ما از وجود خود را سکون بدیم و نه انجام دادن یک عمل، این فرصتی است که شهوت مداخله میکند و شیطان مداخله میکند. شهوت ما را به طرف گناه میکشاند و شیطان ما را به طرف گناه میکشاند. پس ما باید همیشه بیدار باشیم با واسطه استقلال از این زمان و مکان باید
فرصت را برای شهوت و برای شیطان ندیم که ما را منحرف بسازه. اگر ما دست و جوارح خود را خوب به کار ببریم و فکر خود را خوب به کار ببریم و زبان خود را خوب به کار ببریم، در صورت چنان نیروی در درون ما پیدا می شود که با اساس قوت ایمانی منکر به طرف ما راه پیدا نمی کنند. مثلا حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که در راه روان می بود، شیطان در اوجه نمی. قاعده هم همی است، انسانهایی که قوت ایمانی دارد، انسانهای فاسد و کارهای ناروا اصلا پیش روش انجام دادن نمیتونه. یعنی ما شما میبینیم انسانهای قوی با تقوا وقتی که در یک مجلس بوده و شما اوجه غیبت کسی که نمیتونه، فحش گفته میتونه، اعمال ناشایسته انجام داده میتونه، یک نفر از 100 نفر دیگه همین جور میشه. اگر ما اعمال صالحه را انجام بدیم اصلا بود بحث از این به میان نمیاد که یک کسی گناه بکنه. گناه وقت صورت میگیره که تو فرصت بدی. وقتی که تو فرصت بدی، چشمت را، گوشت را و وجود و قوتهایت را او را استغلال نکنی، او را به کار نگیری در عمل شایسته، این فرصت است که باز شهوت مداخله میکنه و شیطان مداخله میکنه، هر کدامش تو را از راه منحرف. و یکی از حکمت ها و به اصطلاح فضایل ده ذی الحجه می باشه که وقتی که طرف با کارهای حسنه عادت پیدا کرد، دیگه فرصتی برای گناه برسه میمونه. قطعا. جناب مولانا صاحب، از تحلیل و تحمید و تکبیر و تمجید صحبت کردیم و شما هم اشاره داشتین که متاسفانه فعلا یکی از سنت های به اصطلاح مهجور است، یعنی قلیل من عباد، یعنی کمترین مردم شاید این سنت را تطبیق کنند در روز. و طبیعی است که در ایام تشریق بعد از نمازهای فرض می داشته باشیم این تکبیرات را. آیا بر علاوه 4 چیزی که اشاره کردین عبادت خاصی مطلوب هست که توصیه شده باشه که در 10 روز اول ماه ذی الحجه مسلمانان انجام بده؟ طبیعی است، بله. یک عملی که کاملا اختصاص داره به ذی الحجه همان مسئله حج است. و قرآن کریم را برای ما شما بسیار واضح بیان میکنه که در این باید دقیق بوده باشیم که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلى كل ضامر من یأتین من كل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ایام معلومات. و اذن فی الناس، تو اعلان بکده برای مردم، اعلان بکو که و چی اعلان؟ با حضورشان در حج، اینکه قصد بکنن خانه بیت الله، این برش اعلان کنن. به همین مناسبت است که رکن 5 اسلام عزیز ما همانا حضور یک مسلمان در این مکان با عزت است که از اونچه سرچشمه گرفته است در حقیقت وحی الهی. و انگامی که یک مسلمان رکن 5 را از نظر عملی مشاهده بکند، یک تغییر شگرف الهی در زندگی خود احساس میکند، هم از نظر روحی و هم از نظر سیاسی و اجتماعی و هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اخلاقی و هم از نظر تساند و تعاون. کل یک سیستمی که در اوجا انسانیت تبلور پیدا بکنه، شما در اوجا پیدایش میکنه. ولی یشهدوا منافع لهم، باید منافع خود رو در اوجا بیاد. کدام منافع؟ همه منافع مادی و معنوی در دیگه پیدا کنه. روی اساس است که اسلام در مکه در حقیقت به معرفی گرفته میشه و مکه و مدینه در حقیقت اسلام را برای ما شما از نظر تعلیم، از نظر تعمید و از نظر دعوت و از نظر دفاع کل چیز را اونجا به معرفی میکنه. ما وقتی که میگم لا اله الا الله محمد رسول الله، چگونگی دین خود را از نظر
عملی و از نظر اجتماعی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی در اونجا میبینیم. بنابراین به ما نشان میده که از آدم علیه السلام شروع تا به ختم مرتبت علیه السلام زندگی و سیرت کل انسانیت در اونجا به نمایش گذاشته میشه. آدم علیه السلام وقتی که به دنیا می آید، از همونجا که قضیه بر ما شما نشان داده میشه و تکوین یک خانواده را به ما نمایش میده. بعد از زندگی حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام چگونگی اهمیت یک زندگی مؤمنانه و متعهدانه را آن به نمایش میگذارد. چگونه انسان با خود زندگی بکنه، چگونه انسان با خانواده زندگی بکنه، چگونه انسان با مجتمع زندگی بکنه، چگونه انسان با نظام و حاکمان زندگی بکنه، چگونه به خاطر ارزش‌های بلندش قربانی باید بدهد، قربانی مال باید بدهد، قربانی وطن باید بدهد، قربانی فرزند و عیال باید بدهد، چگونه انسان‌ها در اهدافی که دارد اوج اولویت بندی بکنه و باید مسئولانه زندگی بکنه. شما کلش رو در زندگی حضرت ابراهیم خلیل میبینید، ولی هنگامی که شما در حج میرین یک از زیر برنامه‌اش گذاشته میشه. میبینید که یک انسان متعهد، یک انسان عظیم اصل در زندگیش چی است و هدف و غایه زندگیش چی است شما رو پیدا میکنه. بعد میبینید که در زمان رسول ما صلی الله علیه و سلم اونو پلانی که و اونو دعایی که حضرت ابراهیم علیه السلام کرده بود، پروردگار برای ما فرزند را عنایت بگو که امام باشد برای جامعه انسانی و رهبر باشد برای جامعه انسانی. اونو امام و رهبر در حقیقت کل زندگیش برای ما شما در اینجا تمثیلش میکنه، کل زندگیش. بنابراین رهبری که از نظر معنوی، از نظر سیاسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی در همه میادین او الگو بوده باشد، او در همین مکه و در همین مده در همین سرزمین است که تو باید بروی و منافع چگونگی زیبایی دین تو یاد بگیری. به همین مناسبت است که ما وقتی که در حج میریم تاریخ همه انبیا را و خصوصا از رسول ما صلی الله علیه و سلم را دقیقاً میگیم. از این خاطر برای هر حاجی که قصد میکنند بیت الله را ضرور است که باید یک بار سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم را جدا 2 بار 3 بار باید بخواند و او باید بداند که امروز در کجا هستم و پیامبر در اینجا چی میکرد. اگر داخل حرم میشود مکه، در کجا پیامبر چی کار میکرد، بیرون حرم پیامبر چی کار میکرد، در مسیر دا چی کار میکرد، در مدینه چی کار میکرد، در فلانه جا چی کار میکرد. کل زندگیش را یک بار تمثیل بکنه تا اهمیت از این دین را و کمال از این دین را و زیبایی از این دین را و اهمیت از این دین را دارد. و این مناسبت است که وقتی که ما میگیم کسی که در حج می رود در اوجا سیرت رسول علیه السلام را مهم است که باید بداند و زندگی پیامبر علیه السلام را باید مطالعه بکنه. و توصیه میکنیم یک کتاب بسیار زیبایی را یکی از دانشمندان نوشته که انشاءالله که عبداللطیف خطیب شاید باشه، به نام یک روز با پیامبر. یک روز با پیامبر زندگی بکن در کل بخشش. پیامبر در نماز، در روزه، در تکبیر، تهلیل، در اتصال، در خانواده، با دوستا چگونه یک روز تیر کنیم. روی اساس وقتی که ما در حج میریم، یعنی اما موضوعی نیست که ما دوران خورده برای مرز از طواف کردن. مهم نیست که چگونه طوافی که تو را رشد بدهد. ببینید استاد، هر چیز ما راسته است ولی طواف سرچپه شدن. چرا؟ طواف سرچپه به خاطری که وقتی یک میخی که راسته دورش بتی پایین میره، اگر چپ دورش بتی بالا میشه، باز میشه بالا میره. هر طوافی که تو میکنی تو باید بالا بری. زندگیت، فکرت، دیدت، همه چیز باید بالا شد. تو باید غرق نشوی، تو باید کل چیز تا بیرون بکشی. چی داری؟ رو باید بیرون بکشی. از علمت، از اخلاقت. عجیب است، اخلاق بسیار بلند رو باید من نمایش بدی. حق نداری که گل را بکنی،
حق نداری که اذیت برسونی ولو با اون چیزی که تو را اذیت میرساند. پشه تو اذیت میرسونه، حق کشتنش نداره. پشه تو اذیت میرسونه، حق کشتنش نداره. تو حق نداری کسی را به شانه بزنی و او را بگوشی که من تو حق نداری در مقابل غلطی که کسی بر تو بگویه و تو عین غلطی را بکنی. من حج فلم یرفث ولم یسخب رجع کیوم ولدته امه. تو دوجه فحش نگوی، تو دوجه بد نگوی، جنگ نکنی، چنان پاک میشی مثل که نو از مادرت تولد شدی. یعنی 60 سال 70 سال تیر کرد با گناه عرق، با همه غلطی، در اون مکان برو و این نکات را متوجه باش. دیدت خوب کن، شنواییت خوب کن، تصرفاتت خوب کن، شرح صدر داشته باش، صبر داشته باش در مقابل غلطی ها و مصلح باش. خوب باید بکنی. نتیجه چی میشه؟ راجع که یوم ولدته امه. اما تو پاک میشه مثل که نو به دنیا آمده باش. نو که به دنیا آمده باش لباس نداشتی. همه گناه را خدا برات معاف میکنه، صغیره و کبیره را برات عفو میکنه. بناهن وقتی که ما در او ایام داخل میشیم یک بار خوب ببینیم، خوب متوجه باشیم که تو یک بار انسان داخل میشیم با واسطه چی؟ ابعاد گسترده از قضای حرکت خود بگیریم. از اینجا میریم هدفمند که رفتیم هر لحظه خود را قیمت بدیم. زبان خود را، چشم خود را، گوش خود را و اعضا و جوارح خود را کلش با سه استعمال کن. یک تقسیم اوقات منظم و دقیق داشته باشیم، خوب منظم. قصد رفتن را میکنیم. قبلا بسیار زیبا بود، یاد ما میاد در افغانستان کسی که حج میرفت، استازی رواج بود کاملا. خانه هر کس میره و برش میدار که من را ببخش اگر غلطی کرده باشه، دشنامی باید زده باشه، حق ده گرفته باشه. حاجی قبل از رفتن به حج خانه با خانه میگشت و از مردم عفو میخواست و میشه در حق ما دعا بکن. یعنی سبحان الله پیش از اینکه برد در این انسان تغییر می آمد. وقتی که در او جا میره پس که می آمد یک لقب رو برش میگرفت، میگم حاجی سن. پیش به اصلاح نامش چی بود؟ جان آقا بود. آلی حاجی جان آقا شد. این حاجی جان آقا اقا تغییر میخورد که از این بعد اگر اندکتری غلطی میکرد مردم برشی چیستی دیگه. یعنی تو دیگه اون مرد گذاشتن نیستی، تغییر باید داشت. تو باید زبانت و عادت تصرفاتت همین که در تغییر خورده باشه. و یقینا که گفتم میتونم بلکه 80% مردم تغییر میخواد، 80% تغییر میخواد. ده ها انسان ها رو ما میبینیم که کاملا خود را وقف میکرد به کار خیری دیگه، اما کار یادی خود نمیکرد. خداوند امتحان ما را بخشید دیگه نمیخوایم که باز گناه بکن. اکنون متاسفانه که ما ایام حج را هم به سیاحت تبدیل کرد. در روز هم که میریم اما خودسازی ما فراموش ما میشه و متوجه نمیشن به مسئولیت های خود. وقتی که زیبایی های اخلاقی و عقیدوی همه را در نظر بگیریم متوجه بوده باشیم که خداوند متعال در او جای یک درس عجیبی بر ما میده. میگه حق نداره که تو لباسی که دختر باشه دور بتن. دو، حق نداره که لباس رنگه را بتن بکن و گلدار را بتن بکنی که تو را نمایش بده و مجازایت بکنه در اونجا. حق نداره که تو سرت بپوشانی. حق نداره که موزه بپوشانی که به اصلاح همو تو را باز مجسم بکنم. یک لباس بسیار عادی را باید پاپوش بسیار عادی را که در اونجا هم باید پایت لش بوده باشه بوده باید بتن و ادب را هم در اینجا رعایت بکنی، کسی را اذیت نکنی. و قصداً وقتی که در عرفات که خلاص پس به طرف مزدلفه که میایی و در اونجا تو شب تیر میکنی، کجا هیچ چیز هم نیست. هر کسی تو باید اما تو در یک جای، در یک دشت، در اون سنچل ها
باید استراحت. نمونه از محشر را برات میده که کلک یکسان است. کلک یکسان است. در منی هم بیایید و خیمه ها چنان جفت باید خواب بکنی و باید قبول بکنی. اما سختی ها نه. این کلش در حقیقت یادآوری چی میکنه؟ که هیچ انسان بر انسان دیگری برتر نیست و همگی نزد خداوند یکی است و یک روز پیش خداوند متعال اما تو جانلوچ و پالش حشر میشه و رب ما در مقابل نعمتهایی که به ما داد از ما پرسان و مهمترین پرسانش میکنه که خیرت چقدر برای از این جامعه انسان است، چی خیر رساندی، جایگاهت در این دنیا چی بود؟ نباید از اون انسانایی باشه که فما بکت علیهم السماء والارض، میمیری ولی هیچ کس تو گریان نکنه، زیرا تو تأثیرگذار نبودی، تو کسی نبودی که از تو الهام باید میگیرد. ایام زیبای از ای حج بر ما امیر استاد نشان میده که ما تأثیرگذار شویم، دین رو درست بفهمیم، درست عمل بکنیم، درست دعوت بکنیم و درست دفاع بکنیم. این کار اساسی است. سلامت باشین جناب مولانا صاحب. یعنی در این 10 روز ذوالحجه و خصوصا در روز عرفه که حج هم عرفه است که روایتی که وجود دارد تمامش عبادت است. یعنی وقتی که طرف از منکرات دست برمیداره و یک تغییری در زندگیش میآید و دوباره به فطرت انسانیش برمیگرده، یعنی همش عبادت هست. خب جناب مولانا صاحب اینا تا جایی مرتبط به کسایی بودن که مثلا عزم سفر حج را داشتن و بالاخره به دیار حرمین رسیدن. و اما در مورد بیچاره هایی که به اصطلاح هنوز هنوز نوبتشان نرسیده و یا یکی هنوز در حسرت دیدار حرمین هستند، اینا چه کارهایی باید بکنن که یعنی از این دهه پرفضیلت چیزی برای خود توشه بگیرن؟ در این مورد جناب مولانا صاحب صحبت میکنیم. اگر اجازهتون باشه یک وقفه بگیریم، پس از آن برمیگردیم. بیننده های عزیز و گرامی، یک میان برنامه کوتاه با هم میبینیم، پس از آن برمیگردیم. بعد در موردی که کسانی که به حج نرفتن و در حسرت رفتن به حج هستند، برای از اینا چه توصیه هایی وجود دارد که در این 10 روز ذوالحجه انجام میدهند؟ در این مورد جناب مولانا صاحب صحبت خواهند کرد پس از این میان برنامه کوتاه. والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك بیننده های عزیز و گرامی، بار دیگر شما را به برنامه رکن پنجم خوش آمدید میگیم. موضوع برنامه ما فضیلت دهه ذوالحجه هست و در این روزهای مبارک قرار داریم. با ما در استودیو جناب مولانا صاحب بزرگوار مولانا صاحب عبدالسلام عابد نیز هستند. در مورد بعضی عباداتی که واجه های محترم در مراسم حج انجام میدن و اینکه مراسم حج سراسر عبادت هست صحبت های داشتیم. جناب مولانا صاحب بزرگوار قبل از میان برنامه در مورد که کسانی که هنوز توفیق رفتن به سفر حج نصیبشون نشده و در آرزوی رفتن هستن، اینا چی کاری کنن که از فضایل از این دهه مبارک بهره به خود بگیرن؟ تشکر استاد. اول خویی که خداوند متعال هر انسان رو به حسب نیتش و قصدش پاداش عرضه میکنه و هر کسی که در دنیا واقعاً از خداوند متعال چیزی را بخواهد و صادقانه بخواهد، الله متعال او را به او هدفش و با او نیتش میرساند. بناهن کل مسلمان ها تعهد از این را باید داشته باشه که
رکن پنجم اسلام را که همان رفتن به مکان مقدس حرمین است با او متحد باشد و من یقین دارم که انشاءالله روزگار وصل نصیب میشه. ولی هنگامی که ما در بیرون از حرمین باشیم و به نسبت معاذیری نتانیم در او ایام خجسته در او مکان خجسته اشتراک بکنیم، بسیار چیزایی است که باید او را ما میتونیم در کشور خود ما و در خانه های خود ما و در اجتماع خود ما او را انجام بدیم. نکته اول توبه است و هر مسلمان زیباست که وقتی که وارد یک مرحله زیبای از زمان و مکان می شود یک انعطاف بکند در زندگی خودش و برگردد به خلوص نیت به الله متعال و از آنچه که در ایام گذشته از غلطی ها و اشتباهات قصدی و یا غیر قصدی صورت گرفته باشد، چی در باب حقوق الله باشد چی در باب حقوق العبد باشد، به خداوند متعال برگردد و توبه بکند و اثر در حقیقت یک تولد نو را برای زندگی خود به پیش بگیرد. یقینا که رسول علیه السلام برای ما شما در باب توبه به حسب ارشادات الهی و توصیه های گرامی که به ما داشتن ما را تشویق به او میکند و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. همتان بدون از اینکه یک تعداد خود را بگه که ما کدام کاری نکردیم، اما هم به الله برگردد و توبه بکند و استغفار بگوید بعد از توبهشان. و رسول علیه السلام ارشاد می‌فرماید که انی اتوب الی الله و استغفره فی کل یوم 100 مرة، یعنی 100 بار به الله متعال برمیگردد و استغفار میکند از آنچه که اگر صورت گرفته باشد. و در حقیقت به ما تو یک پیام است. وقتی که توبه در حقیقت به معنای واقعی صورت بگیرد، یعنی عمل بد را بند بکنه، تعهد بکنیم که باز به عمل بد مراجعه نمی کنیم و متعهد شویم به ای که انشاءالله از این بدکارهای شایسته ای را انجام میدیم، حق مردم اگر بوده باشه او را پس مسترد میکنیم. التائب من الذنب کمن لا ذنب، یک چیز می شود. اینان کسی که توبه بکند گویا که گناه. وقتی که از مرحله دوم، وقتی که ما از گناه پاک میشیم، بعد ظرفیت سازی باید بکنیم. اول کوشش بکنیم فهم خود را از دین درست، دید خود را از دین درست بکنیم و ما باید به عنوان یک عنصر مثبت در این کیان مورد استفاده قرار و خود را تفعیل ببخشیم در جایی که مثبت است. در او جا جوارح خود را درست به کار بریم، زبان خود را، گوش خود را، چشم خود را، دست و پای خود را، فکر خود را. بنابراین ما وقتی که علم گرفتیم بعد به زبان به ذکر خداوند متعال باید بپردازیم. فاذکرون اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. هر قدر که الله را بیشتر یاد بکنیم خدا ما را بیشتر یاد. و حدیث از رسول علیه السلام داریم، پیامبر علیه السلام میفرماید اگر بنده مرا تنها یاد بکنه من در اجتماع یادش بکنم، اگر او در اجتماع خوب مرا یاد بکنه من از او در اجتماع بهترتری برش یادش بکنم. اگر بندیم بر ما یک بلس نزدیک شد ما یک ذره برش نزدیک شد، اگر بندیم یک ذره نزدیک شد و طرفش قدم بخواهم میگیرم. بناهن چیزی خواهد بود که بعد از توبه ما به طرف تکبیر و تهلیل و تحمید به ای رو باید کتاب الله را زیاد تلاوت، قرآن را زیاد بخوان، کوشش بکنیم و قرآن رو بگیم، تعهد بکنیم که از اوقات خود، از مال خود یک چیزی را در راه خدا بدیم. تعهد بکنیم. به طور مثال من عاید دارم صدر، تعهد میکنم که یک پیش یعنی فیصد یک در راه خداوند متعال برای نشر دینش، برای آمدن عدالت و برای اقامه نظام اسلامی ایره ما خرج. هر قدر ما در این باب انفاق بکنیم انشاءالله برای ما پاداش بزرگتری داده میشه.
بعد ما تعهد بکنیم به یکی از یک بعد من یک انسان مثبت هستم، ما به کس ضرر نمیرسم، لا ضرر و لا ضرار است، بلکه خیر میرسونم. پیامبر علیه السلام میفرماید که بهترین انسان ها کی است؟ بهترین انسان ها کسی است که خیرش به مردم برسد. در کدام حسی تو بر مردم خیر برسون؟ از مالت، از علمت، از جوانی، از قدرتت، از کلش استفاده کن به خیر من. او را به شر به کار نبری. زبان نمیتونی به نصیحت خلاص بکنی، خدا نخواست به غیبت خلاصش نکن، به نمامات شیطانی خلاصش نکن. فکرت مصروف قومگرایی و زبانگرایی حزبگرایی نکن، و فکرت برای جامعه انسانی به کلش بده. همه که باید از تو خیر، مثبت بیاندیش، منفی ناندیش، فرصت ها را غنیمت بده. نکته دوم، چگونه میتونیم که همین کار بکنیم هنگامی که یک سلسله عبادات دیگه که از جملهش صیام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما میفرماید که کل عمل ابن آدم له الا الصيام فانه لی و انا اجزی به. هر کاری که تو میکنی و الله میگه پاداش شما تعیین کرده مگر صیام را، روزه را. اگر کسی روزه میگیره پاداش الله میگه من. اگر این روزه را تو در ایام ذوالحجه بگیری پاداش بسیار عظیم را به دست میاری، خصوصا روز عرفه. خصوصا روز عرفه، در حالی که میبینیم که صیام روز عرفه برای حجاج نیست ولی برای ما و تو است. اگر ما این روز را بر روزه بگیریم انشاءالله خداوند متعال برای ما و شما پاداش بسیار بزرگی را عنایت میکنه و گناه سال را برای ما خداوند متعال میبخشه. در پهلوی از او ما در این ایام یک روزی جشن داریم که او روز عید اضحی است. در این روز اضحی دو کار باید. یک کاری که میکنیم، کل ما در خانواده خود، در دوستای خود میبینیم که یتیمی وجود دارد، بیوهی وجود دارد، فقیری وجود دارد. هر کدام ما با خانم خود، با اولادای خود به اشکال مختلف تلاش کردیم که باید یک چیزی رو برش، از لباسش یک چیزی رو از چیزای نو باید عطا بکنیم. اگر به طور مثال ما برای اولادای خود 3,000 4,000 5,000 در نظر گرفتیم که برش لباس و بوت و کلاه میخریم، فرق میکنه اون ارزانتر میخریم. از 4,000 میان به 1,500. 1,500 وقتی که آمدیم 1,500 دیگه شد او را برای یک یتیم، برای یک بیوه او لباس بخریم، او را هم عید خوش بدیم. ارگاه برای خود میوه خوش خریدیم، آیا حق ندارد یک یتیم، یک بیوه که او هم در سر سفرهش چیزی داشته باشد؟ بر خود ما 2-3 کیلو میخره، چیزی با خواهد بود به او هم یک چیزی بخره و او را به خانش فرست باره. هرگاه برای خانم خود چیزی میخواه، با یک بیوه نمیتون لباس بخریم، یک چادر بخریم. این کارهای مهمی است که ما انجامش بدیم. ما در ایام عید متعهد به این شویم که با کسی دشمنی نمیکنیم، همه را به خاطر خدا میبخشیم، کینه و کدورت و دشمنی را ختم میکنیم، دیگه در دل خود چیزی نمیداشته باشیم. این دشمنی ها یکان دفعه ما فردی داریم، یکان بار دشمنی های سیاسی داریم. عجیب و غریب است. یک مسلمان با مسلمان دیگری، یک حرکت اسلامی به حرکت اسلامی دیگری، تاپه هاست و کدورت هاست و دشمنی هاست. خجالت نمیکشه؟ به نام دین تفرقه میکنه، به نام دین دشمنی میکنه. این دین گارانتی خود قرار داده. خود ما فقط کرام الکاتبین خدا جور کردیم که کلی چیز را ما حساب باید بکنیم، که را داخل دوزخ ببریم، که را داخل جنت. یعنی کارا با مسلمان نمیزیبد. دین خدا بسیار بزرگ است و جنت هم بسیار کلان است استاد. بسیار کلان است. هر قدر ما دیگر را واسطیم و جنت برای و همون خیر است. من چرا کوشش میکنم که مردم رو دوزخ ببرم؟ تو کل ذهن ما همیسته که تو باش که کی غلطی میکنه که در پرت میدی. در حالی که در حج
پیامبر علیه الصلاة و السلام هسته. یک نفر میگه یا رسول این کار از پیش تو غلط شد. پیامبر نگفت که اشتباه کردی گبت خراب شد. چی میگه؟ افعل ولا حرج. برو به پیش برو، کدام مشکلی نیست. افعل ولا حرج. ما سبحان الله یک نفر کار خیلی خوبی روان کرده، 10 20 30 خوبی های از او را زیر پای میکنیم، هیچ در نظر نمیگیریم، یک حالتی امور را برخوش میکشیم، پیدا میکنیم که نشد. باز میگن تو بیادر چی خبر داری؟ تو گپای است. خود چی گپ است؟ از این شیطانت، از این نمامت، از این کینه، از این عقده ها دور شویم. کنه که به خاطر خدا بشکاریم. معامله هر انسان پیش خداست. او پاداش میدهد و جزا میدهد. استاد عزیز، مهمی که با خانواده خود خوب شویم. مهم با خانواده خوب شویم. انسانی که با خانوادهش خوب نبود با هیچ کس خوب نیست. دروغ است. وقتی که با خانواده خوب نمیشه میشه رو با مجبور کنیم. ببینیم که ما چرا با خانواده خوب نیستیم. چی مشکل دار؟ بیاین مشکلات خود بگوییم. بشینیم با خانم خود، با اولاد خود، پدر خود، دوستای دیگر رو ببخشیم. از اینجا شروع کن. با همسایه خود، بعد بشین با خدای خود. کما یک لحظه بشین. آیا خدا همراه ما چطوره؟ پیش بکن. مخلص هستم؟ موحد یک تا پرست هستم؟ چی هستم؟ وقتی که در کارت ریا وجود داره، وقتی در اعمالت بدعت وجود داره، وقتی که در عقیدت گندگی وجود داره. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا و ان الله امر المسلمین بما امر به المرسلین. پیامبر را به چی امر کرد؟ که پاک بخون، پاک فکر کن. تو مسلمان هستی، پاک فکر، پاک بخون. دیگه نقطه است که به ما شما دستور میده. آداب را نگاه بکنیم. تکبیرات تشریق را بیشتر بگوییم. جمعاً بگوییم، به اولادای خود بگوییم. نماز را با جماعت ادا بکنیم. نماز را با جماعت، زیرا تکبیرات تشریق در نماز جماعت هست. متوجه بوده باشیم که نماز از پیش ما نره. حتما در جماعت بخواهیم تا تکبیرات تشریق را محکم بگیریم و پاداش بزرگ را با واسطه تکبیرات تشریق کمایی بکنیم. ان شاء الله العزیز این کار را اگر کرد، در حقیقت ما پاداش بسیار بزرگی را، ولو که در ایام حج در مکان حج نیستیم، چون در زمان حج هستیم، ان شاء الله اون معنویت را ما هم میگیریم. یعنی اگر در مکانش نیستیم، زمانش که هست، زمانش که ماشاءالله، یعنی زمان چیزی هست که مکان نمیشناسه، پیش هر کس هست. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. در مورد قربانی هم صحبت های داشتیم و ببخشید در قربانی عرض بکنم. از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده می شود ما هذه الاضاحی یا رسول؟ چی است؟ پیامبر میگه که سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، روش و سنت پدرتان ابراهیم علیه السلام است. ابراهیم چی کاری کرد؟ چرا قربانی کرد؟ از فرزندش قربانی کرده بود. خداوند نعمت الله را برای گوسفند برش تبدیل. یعنی در رابطه با ارزش‌های آماده قربانی باید باشیم. آماده قربانی باید. و قربانی هم شیرین ترین چیزی. در 80 سالگی خدا برس فرزند داده، بگم او را قربانی کن. و هم نوجوان میشه که اعصاب اسلام شود. دقیقاً چیز جای نمیشه. قلبت باید به الله بدی. بعد صحابی پرسان میکنه و ما لنا فیها یا رسول الله، و ما چی فایدهش است؟ پیامبر به کل شعرت منها حسن و به کل صوف منها حسن. به هر تار از مویش برایتان نیکی است. خدای 10 نیکی را برتان میته به هر تارش و 10 بدی تا از بین میبره. بنابراین این فلسفه مضحک را نباید یک تعدادی که به نام حداثین و نوآوران مطرح میکنن شرایط بکنین تو نکنین. سنت است، ولی ما فکری کار انجام بدیم، قربانی بکنیم،
با مردم مواسات بکنیم، یک جشن زیبایی از معنویت خود را داشته باشیم و دوستا و خانواده های خود را به خانه خود دعوت بکنیم، ما به خانهشان برویم، عظمت و زیبایی از این دین را به نمایش بگذاریم و معتقد بوده باشیم که خداوند متعال در مقابل هر تار مویش دانی که به ما میدهد و تبعتی ما را از بین. بناهن نیت خود را در رابطه با قربانی باید دقیق داشته باشیم. از این خاطر پیامبر علیه السلام میفرماید که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. پیامبر میفرماید که خداوند متعال به اعضاهای شما، به گوشتای شما، به چیزای شما نمیبیند، ولی به نیت شما میبیند. بنابراین قربانی باید بکنیم تا با واسطه از او گناههای ما بخشیده شود و برای مردمای فقیر مواسات و زیبایی شود. شکل جناب مولانا صاحب. دو موضوع است که دوستا هم بیننده های عزیز خیلی پرسش میفرستن، برای دوستا برای ما گفتن. سوالات تقریبا فقهی هست، اگر شما در این مورد توضیح بدین. یکی موضوع گوشت قربانی هست که اگر یک یاد آوری شود که گوشت قربانی اکثر مردم موضوعات فقهیش شاید آشنایی نداشته باشن. در این مورد اگر صحبت کنیم، بعدش در مورد تکبیر تشریق حکم فقهیش اگر بگوییم که یک موضوعی که اینجا متوجه باشیم جناب مولانا صاحب، در کشورهای دیگر اگر دیده باشیم تکبیر تشریق خیلی با جمع و جوش و با یک ولوله و چی گفته میشه، اما متاسفانه در وطن خود ما میبینیم که در مساجد خیلی کم چی هستن به اصطلاح با صدای بلند تکبیر گفتن، تقریبا کم کم داره از جامعه کم میشه. در این دو مورد اگر کوتاه اشاره داشته باشیم. بله، در باب قربانی خو همین نقطه است که الحمدلله کل دوستای و عزیزای ما میفهمند که در گوسفند و در گوز مشارکت صورت نمیگیره و یک مسلمان تنها از خودش میتونه قربانی بکند و حیوان باید سالم بوده باشه، مریض نباید باشه، دم بریده و گوش بریده و شکسته نباید باشه و نیتش باید صحیح بوده باشه. و در گاو و در شطور و پیجا 7 نفر شریک میشه و بعد از اینکه قربانی صورت گرفت کش بکنه، خود ما باید قربانی بکنیم، خود ما کار کش بکنیم. اگر توان نبود باز سرش ایستاده شوه و وقتی که قربانی صورت گرفت گوشتش کش بکنیم و خوب است و نکی است که به 3 بخش تقسیمش بکنیم. یک بخش رو به خانواده خود بگذاریم، یک بخش رو برای دوستای خود بفرستیم و یا دوستا رو دعوت خانواده و اقارب، یک بخش دیگر را برای مردمای فقیر و نیازمند بسپاریم. این 3 تقسیم میشه. در قربانی قیمت عملی که قصاب انجام میدهد از این گوشت برش دادنند، بلکه او را جدا از خود پیسه باید از گوشت قربانی در مزد قصاب کار نکنه و برای زود جدا پیسه. پوست قربانی را هم برای قصاب دادن نمیتون مگر اینکه قصاب بخرد و ما پولش را باز در یک جای دیگر صالح استعمال کنیم. این نکاتی بود که باید در باب قربانی در نظر گرفته شد. محرماتی که باید انجام داده نشه به این معنا که یک تعداد خونی از او را میخوره، خون قربانی یا خون قربانی را در جای میزنه برای تبرک، این کار نارواست و خون مردار است و حرام است. به هیچ وجه نه گوشت خون قربانی و نه خون حیوانات دیگری نه در او صحتی است نه در او خیری است، بلکه خونی که مردار است بگذار میشه. خصوصا باز خونی که بخواهد تقرب الله ریخته می شود و خود بیخی مردارتر است، مثل که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرماید که آب وضو میگه بدتر و مردارتر از زیرا با واسطه از چی میشه؟ گناه پاک میشه. خون قربانی خود گناهایت میریزونه، اصلا بر مراتب براتر و مردارتر است.
به هیچ وجه نمیشد که او را برای شفا و او را برای چیزای خوب استعمال بکن. این شکلش نکته دیگه خوبی است که ما وقتی که قربانی کردیم روزه را باید بگیریم. در روز عید اضحی روزه را می داشته باشیم. وقتی که قربانی کردیم از گوشتی که از قربانی است از او باید افطار بکنیم. یک سنت دیگری است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پهلوی از او در این روز عید این سنن را هم زنده بکنیم که کالای پاک خود داشته باشیم، غسل باید بکنیم و عطر استعمال بکنیم. برای که بر طرف مسجد می رویم با تکبیر بلند باید بگیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این تکبیرات تشریق را بلند باید بگیم که از صبح عرفه شروع می شود، از صبح عرفه تا روز پنجم تا دیگرش ادامه پیدا. بعد از نماز صبح روز عرفه. بله. و این باید به جماعت بوده باشه. از خاطر خواهش میشه که کل مسلمان ها به جماعت باید نماز بخوانند تا تکبیرات تشریق که مهم است و از جمله واجبات است. این باید اذعان داشته باشیم که از جمله واجبات است، مستحب هم نیست، واجب است. یعنی اگر نگو گناهگار میشی. در تکبیرات تشریق را باید بگویم و در جماعت باید بگویم و بلند بگویم. اگر یک بار باید بلند بگویم، بعضی همه نیست 3 بار باید بگفتم. این مشکل نیست، یک بار گفتی هم واجبت ادا میشه، 3 بار گفتی بهترتر است. اگر بالفرض به اساس معاذیر شما مسجد رفتنتون پس گوش بکنید، در خانه جماعت بکنه و تکبیرات باید بکنید. هیچ کس نبود خانه تا بگو بیارتون نماز و جماعت بخوانی و تا تکبیرات تشریق پس پیشتان فراموش نشود و با جماعت باید آدم. یعنی بدون جماعت لازم نیست یا این نکته میجسته که مهم است که باید جماعت باشه. مهم است. گفتم اگر مشکل پیدا شد نرفتید مسجد، کسی دیگر بگو که در خانه امروز جماعت بکن. برای از اینکه واجب باید است. خیلی تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار از اینکه در پایان برنامه در قسمت های اخیر برنامه قرار داریم. یک پیام کوتاهیتون میتونیم داشته باشیم. اول باز تشکر میکنم که برنامه را بقدر دادین. خداوند متعال شما را به جوانی ایمانتان برکت باشه. خواهش من هم اعضایی است که در این ایام خجسته برامون دعا بکنن، برای اولادای خودم دعا بکنن، با امت اسلامی دعا بکنن که از این مشکلات بیر میشه. 2 کل ما شما با وحدت کلمه برسیم، قوم و زبان و سمت وسیله تفرق ما می شود از هیچ تا دوری بگیم. همه مسلمان هستیم و الحمدلله و المنه. هیچ کسی بر کسی فضیلت و برتری نداره مگر و تقوا. کوشش بکنیم که یک خشت مثبتی باشیم، نه یک انسان منفی نگه. و کوشش بکنیم بس سهم خود را در نشر دین، در دفاع دین و در تطبیق دین داشته باشیم. و گپ اخیر من همیسته که خداوند متعال این دین را عزیز می کرداند و نصرتش می بخشد به عز عزیزین و به ذل ذلیل. بنابراین خداوند متعال ما شما را از اون مردم قرار بدهد که در نصرت از دین ما هم سهم داشته باشیم، در تطبیق از دین سهم داشته باشیم، در استحکام یک جامعه بالور و متعهد و قوی سهم خود داشته باشیم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک. السلام علیکم. جزاک الله خیر جناب مولانا صاحب بزرگوار از اینکه زحمت کشیدین و به استودیو تشریف آوردین. خیلی تشکر. سلامت باشید. بیننده های عزیز و گرامی، رسیدیم به پایان برنامه رکن 5. تا دیدار بعد که خدمت همه شما عزیزان حاضر میشویم. همه تان را به الله بی‌نیاز میسپارم. اوقاتتان خوش شاد و موفق باشید. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا